سوالی که ذهن منو مشغول کرده، آیا نمایندگان مجلس نمایندگان مردم هستند یا نمایندگان مردها هستند؟ توی کشور ما اگر به قانون خانواده توجه بکنید اکثرش به نفع آقایون هستش. حق طلاق که با آقایونه. بعد از ازدواج برای خروج از کشور حتما باید اجازه کتبی همسرتو داشته باشی. قبل از ازدواج تا 18 سالگی هم باید اجازه پدرتو داشته باشی که حالا این میشه گفت یه جور این قانون حالا درست هستش، من اینو مخالفش نیستم. به هر حال تا 18 سالگی ممکنه که بچه ها هنوز به رشد عقلی نرسیده باشن، اما بعد از ازدواج که زن به رشد عقلی رسیده و در جامعه‌ای که خانم‌ها الان دارن فعالیت میکنن، وارد جامعه شدن، آیا خانم‌ها به این عقل و شعور نرسیدن که بدونن که آیا براشون مناسب هست که مثلا در فلان زمان از کشور خارج بشن یا نشن و باید از همسرشون اجازه بگیرن؟ در مورد حضانت فرزند رو تا 7 سالگی به مادر دادن. چرا تا 7 سالگی به مادر دادن؟ چون بزرگ کردن بچه تو 7 سال اول بسیار سخت و دشوار و طاقت فرسا هستش. یعنی زمانی که بچه از آب و گل در اومد حضانت رو از مادر میگیرن میدن به پدر. در مورد اشتغال بعد از ازدواج همسر میتونه ممانعت ایجاد بکنه. اگر شما مخالفتی بکنی به عنوان عدم تمکین ناشزه محسوب میشی. و بسیاری از موارد دیگه که حالا بعداً یکی یکی خدمتتون توضیح میدم. همه اینها به نفع آقایون هستش. چرا نمایندگان مجلس ما باید قانونی رو تصویب بکنن که دیگه نهایتاً تنها سلاحی که خانم ها داشتن رو هم ازشون بگیرن؟ من خودم پرونده های زیادی داشتم که خانم ها از مطالبه مهریه و از اجرای مهریهشون در اجرای ثبت هدفشون گرفتن مهریه نبوده، بلکه هدفشون گرفتن طلاق بوده. میخواستن مرد رو تحت فشار بذارن که بتونن طلاق بگیرن. حالا الان با توجه به این که این مهریه هم ازشون گرفتن و ضمانت اجرای مهریه از 110 تا به 14 تا سکه که رقم خیلی زیادی هم نیست توی مملکت ما که با تورم مواجه هست، حدود 1 میلیارد خورده ای میشه. آیا دیگه میتونن مرد رو مجبور به طلاق بکنن؟ آقایون میتونن به راحتی قسط بندی بکنن و خانم ها رو اذیت بکنن یا اصلا از پابند استفاده کنن؟ من توی این ویدیو قصد دارم یه سری راهکارها رو خدمتتون ارائه بدم که حداقل بعد از ازدواج با استفاده از این راهکارها بتونید تا حدودی حقوق خودتون رو حفظ بکنید. هرچند که امیدوارم این مصوبه به تایید نرسه و اجرایی نشه.